سلام، بانو آسمان هستم. تصمیم گرفتم یک ریدینگ با کارت‌های لئومان براتون داشته باشم. از قبل این فضا رو پاکسازی کردم و کارت‌ها رو چیندم، چون این چیدمان یه مقداری زمان میبره. از قبل آماده کردم که بیشتر به تفسیر برسیم. نکته بعدی که باید براتون بگم، این ریدینگ اصلا زمان نداره. هر وقت که بهش مراجعه کنید قطعا براتون یک پیغامی رو خواهد داشت. افرادی که نگران یک بیمار هستن و یک مقدار این بیماری طول کشیده یا بیماری سختی بوده، نگران نباشن. خبرهای خوب و بهبودی این فرد در راهه. افرادی که تو گذشته یک ضرر مالی داشتن، خبر خوب براشون اینه که یک شانس مالی دارن و اون ضرر مالی گذشتهشون رو میتونن جبران کنن. یک مسافرت براتون میبینم که با یک دوست قدیمی هستش. این مسافرت کوتاهه ولی بسیار بهتون خوش میگذره و میتونه خاطرهای خیلی خوبی رو داشته باشه. در بین اعضای خانواده یه مقدار بحث و گفتگو صورت میگیره به خاطر تغییر شرایط خانوادگی هست. سعی کنید که زیاد به این بحث و دامن نزنید، انعطاف پذیر باشید. در غیر این صورت به چالش کشیده میشین. افرادی که در ارتباط احساسی هستن، حالا میخواد متأهل باشن و یا اینکه دوستی احساسی دارن، سعی کنن تا 5 روز آینده بحث و گفتگویی نداشته باشن. اگر اینو مدیریت کنن همیشه به خیر و خوشی حل میشه، ولی اگر اینکه وارد بحث و گفتگو بشن، یه مقداری حل کردن این موضوع با سختی میشه. یه بحث و گفتگو با یه خانم براتون میبینم که یه خانم یا ناراحتی قلبی داره و یا اینکه به مسائل مالی بسیار اهمیت میده. سعی کنید با یه خانم وارد بحث نشه، به دلیلی که حرفایی گفته میشه که احتمال داره ناراحتی رو بیشتر کنه. افرادی که تصمیم دارن که مهاجرت کنن، از یک کشور به یک کشور دیگه ای برن، انگار که بار دوم این کار انجام میشه. بار دومی که اقدام میکنن موفق به مهاجرت میشن. بار اول یه مقداری براشون سخت میبینم. افرادی که قصد جابجایی منزل دارن و یا اینکه محل کارشون رو میخوان جابجا کنن، درسته این مقداری ذهنتون درگیر شده، حالا درگیر مسائل مالی و یا سختی‌های تو راه باشه، ولی اشکال نداره، به خاطر اینکه این جابجایی براتون خیلی خوبه و با موفقیت انجام میشه. یک سر قدیمی رو متوجه میشین. حالا بعضیا میتونن که خوشحال بشن از اینکه این سر رو فهمیدن، بعضیا هم براشون شاید ناراحت کننده باشه. اگر که مدیر یک مجموعه هستین و دارای کارمند هستین، مراقب باشین. یک فردی با تقریبا بگم حیله و نیرنگ و فریب و اینا داره بهتون نزدیک میشه و دوست داره که از کار شما سر در بیاره و یک سری اسرار خانوادگی یا اسرار کاری شما رو متوجه بشه. اگر قصد داریم با فردی شراکت کنیم و این شرکت براتون خوبه، چون ایده هایی که شما دارین طرف مقابلتون میپذیره و با هم میتونین به یک قرارداد خوب برسید. اگه قصد بستن قرارداد در محیط کارتون دارین و یا هر جای دیگه میخواین قرارداد مالی ببندین، الان زمان خوبیه و این قرارداد رو ببندین و این قرارداد امضا خواهد شد. اگر قصد دیدن دوره‌های آموزشی دارین، این دوره‌های آموزشی براتون خوبه، چون در نهایت به پول تبدیل میشه. اگر نیت تحصیلی داریم، بله، برای شما موفقیت دیده میشه و گرفتن مدرک تحصیلی و یا اینکه در آزمون هاتون قبول میشه. اگر قصد بارداری دارین و میخواین که باردار بشین، این عمل بارداری صورت میگیره، ولی یه مقداری با زمان هستش. افرادی که توی روابط کات هستن، یعنی که با طرف مقابلشون تو ارتباط نیستن و بینشون اختلاف هستش، این طرف مقابلتون فعلا در حال حاضر به مسائل مالی خودش بیشتر داره اهمیت میده و خودشون میخواد علاوه مالی بالا بکشه. فعلا قصد برگشت نداره، ولی در نهایت با یک زمان طولانی این فرد به سمت شما برمیگرده. چه بسا زمانی که برمیگرده شما وارد یک رابطه دیگه ای شده باشین و اون دیگه خود شما این که بدونین که انتخابش کنیم، دوباره وارد رابطه بشین و یا اینکه قبول نکنید پیشنهادش رو. افرادی که تو کار هنر هستن، چه خانم ها چه آقایون، براشون یک پیشرفت در مسائل کاری و مالی دیده میشه. اگر که قصد خواستگاری داریم و یا اینکه خواستگاری براتون اومده و این امر ازدواج با عشق و علاقه هستش، این ازدواج بسیار خرسنده و عاقبت خوبی داره. ولی بعضی از افراد رو دارن میبینن که از روی عشق و علاقه نیست، بلکه به خاطر مسائل مالی هستش که این درخواست رو دادن و یا اینکه این خواستگارشون رو میخوان قبول کنن. اگر به خاطر مسائل مالی هستش، متاسفانه قلب شما شکسته میشه و به اهداف مالی خودتون هم نمیرسین. امیدوارم که از این ریدینگ لذت برده باشین. یه چیزی گفتی اون از این ویدیو لذت برده باشین.